آموزش اضافه کردن فونت فارسی به پیکسارت. سلام بچه، چطوری؟ من انجیرستون. خیلی 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 خوش اومدید به یک ویدیو جدید از چنل خودتون. این ویدیو اولین ویدیو ماست و خواهش می‌کنم که چنل رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید و ویدیومون رو لایک کنید. همونطور که تایتل و تامنیل ویدیو متوجه شدید، امروز اومدیم با اضافه کردن فونت فارسی داخل پیکسارت. پیکسارت یه برنامه‌ایه که خیلی هر روز باش ادیت میزنن، خیلی باش تامنیل میسازن و فعالیت دیگه میکنن، ولی متاسفانه برنامه پیکسارت فونت های فارسی رو نداره و برای اینکه شما بتونید فونت فارسی رو به پیکسارت اضافه کنید چند تا کار ساده رو بعد انجام بدید. اگه میخواید فونت فارسی رو داخل پیکسارتتون داشته باشید، فقط با یه گوشی اندروید حتما تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید. دوباره میگم لایک ویدیو فراموش نشه، سابسکرایب چنل فراموش نشه. بدون هیچ معطلی بزنید سراغ آموزش. Let's go.